در این جلسه ما میخوایم یک کاراکتر دیگر رو از روی یک الگوی متفاوت دیگه طراحی کنیم، دقیقا مثل کاری که در جلسه پیش کردیم. خب من الگوم رو توی دسکتاپ هم دارم الان. این هست. به توضیح راجع به این طرح‌ها بدم. این طرح‌ها نقاشی شده، طرح‌های نقاشی شده آقای هادی تبسی هستن و من اینها رو از توی وبسایتشون برداشتم، در معرض عموم قرار داده بودن و همینجا ازشون تشکر میکنم و براشون آرزوی موفقیت دارم. خب من به صورت منتخب این کاراکتر رو انتخاب کردم تا با هم طراحیشو داشته باشیم. کاراکترهای دیگه ای هم میشه و پیشنهاد میکنم برید و طراحی اونا رو انجام بدید اگر میخواید. خب بازم مثل کاراکتر قبلی من نام این رو اول به فیس ترفیع میدم و میام سراغ طراحیش. خب از اینجا شروع میکنم. یکم کیفیت عکس نسبت به عکسی که قبلا داشتم کمتره ولی میشه باز ازش طراحی کرد. شارپ کورنر تیکش رو بر میدارم و شروع میکنم به طراحی به این صورت. خب اینا کارهایی هست که در جلسات گذشته هم انجام دادیم. اینجا سیبیل رو من میخوام بکشم. سعی کنید زیاد روی عکس زوم نکنید تا پیکسل های عکس در نیاد و ما رو اذیت نکنه. دماغ به این صورت و باز هم این یکی سیبیل به این صورت. خب این دوتا رو به هم جوش میدیم و میایم سراغ ادامه طراحی. هنوز بخش سر مونده. به صورت حدسی اینجاها رو میکشیم، ادامه پیدا میکنه، به این میچسبه و در ادامه هم موهای کاراکترمون. ما این کاراکترهایی که در اینجا داریم با هم درست میکنیم رو در فصل دوم باهاش قراره که انیمیشن های متعددی رو درست کنیم و امیدوارم که شما هم از دوره ها و جلسات لذت کافی رو ببرید. خب حالا بیاید اینجایی که نیاز به تیز کردن رو تیز کنیم. خب اینجا همشون باید تیز باشن، هرچند که زیاد دقیق نشد ولی باز کاراکتری که جلسه پیش ما طراحی کردیم رنگ بندیش کامل شده بود ولی این طرح رنگ بندیش کامل نیست و ما باید با توجه به سلیقه‌ای که داریم کاراکتر رو رنگ‌آمیزی کنیم. این رو حذف می‌کنم و به این صورت. خب حالا فرم دماغ رو میخوام بکشم. به این وصل میکنیم و اینجا
اینا چی هستن؟ اینا فکر کنم موهای سر هستن که به این صورت راه در مادن. بله فکر کنم همین مو هستن اینها. اینا رو هم میکشم و بخش سر تموم میشه. خب حالا میخوام اینها رو رنگ آمیزی کنم. دماغ رو برای مثال من بذارید رنگ صورت رو اینجا انتخاب کنیم، یا میتونیم این رو برداریم که حالا خیلی سفید هست، و یا میتونیم از رنگ های اسکین استفاده کنیم که پیشنهاد بشه از همین ها استفاده بکنیم. به این صورت یک استروک هم بهش میدیم. 4 خیلی زیاده، 1 کافیه و بذارید در این کاراکتر از استروک استفاده نکنیم تا ببینیم کاراکترمون به چه صورت در خواهد اومد. پایین رو هم باز به همون رنگ، اینجا رو هم به همون رنگ. اینجا من یه استروک خیلی کم بهش میدم، 25% که فقط محدوده مشخص بشه. شایدمش کردم اینو 0.5%. البته درصد نیست اینا، این من اشتباه میکنم میگم درصد، نیم ضخامت رو میکنم نیم. خب رنگ ریش که سفید هست، ریش سفید هستنشون. بذارید من رو به این صورت نزدیک بشم و رنگ کنم. هر کدوم از اینها یک ضخامت خیلی کمی رو هم داشته باشم بد نیست. این هم باید یه ضخامت خیلی کمی رو داشته باشه. کل بخشا بذارید یه ضخامت داشته باشن تا بتونیم ببینیم که چی به چی هستش. به این صورت. خب حالا بیایید با هم چشم ها رو طراحی کنیم. آیز. خب تو چشمش از دایره استفاده شده فکر میکنم. رنگ سفید باشه و استروکش هم 25. خوبه. اینجا یک دایره میکشم، این رو به این وصل میکنم و به این صورت از همه یک کپی میگیرم، یک کم کوچکترش میکنم و میذارمش اینجا. در برای ابروهاش هم از مستطیل استفاده میکنم. کنترل سی کنترل وی و قرینه شدهش رو میذارم اینجا. یکم هم اینا رو کوچکتر میکنم. خب بحث رنگ آمیزیش هم اینجا یه رنگی باشه و رنگ ابروها هم خاکستری باشه تقریبا. خب این داخل چشم هم که باید 100% سیاه باشه. به این صورت. خب حالا این کاراکتر دهن نداره ولی عوضش کلاه داره. بریم سراغ کلاه. از اینجا شروع میشه و برمیگرده همونجا تمام میشه. اینها رو من کم میکنم و اینو به این صورت در میارم. داخلش رو با رنگ کرم پر میکنم. یک استروک نسبتا زیادتر هم بهش میدم و اینو مینزم زیر تمامی این لایه ها به این صورت. خب حالا بیایم سراغ بدن کاراکترمون. خب بدن تا اینجا پیش اومده.
البته تا اینجا پیش نیومده، میشه گفت دامن کاراکتر تا اینجا پیش اومده، ولی خب در انیمیشن دامن هم یکی از اجزای بدن حساب میشه. مثل واقعیت نیست که بگیم اجزای بدن فقط شامل قلب و ریه و اینجور چیزا میشن. همه چیزهایی که تو طرح هستن شامل اجزای بدن میشن. اینجا رو من لبشون رو تیز میکنم و شروع میکنم به طراحی این بخش ها. به این صورت. این طرح لباسش رو هم بیاید با هم بکشیم، چیز خاصی نداره. خب حالا فعلا بیاید سراغ رنگ بندی لباسهاش. اینا دست خودمونه که چه رنگی باشن. بیایید از رنگ های قرمز برای این کار استفاده بکنیم. حالا این رنگ ها خیلی تو چشم میذاره. ببینیم این رنگ ها چطور هستن، اینا نه. خب این رنگ چطور هست؟ خوبه. این برای اینجا ازش استفاده میکنیم. برای اینجا همون رنگ متا یکم تیره‌تر به این صورت. برای اینجا هم از این رنگ استفاده کنیم، فکر نکنم بد باشه. برای این قسمت هم از این رنگ من استفاده میکنم. خب الان فکر کنم با یه مشکلی مواجه هم شد. بله، این موها در اصل پشت بدنن، اما تو کار ما آمدن جلوی بدن. خب من فعلا این کار رو در طراحی درست میکنم، اما در فصل آینده به توضیح اینکه چجوری میتونیم این مشکل رو حل کنیم خواهیم پرداخت. به این صورت ای رو بزنید یه جایی و بکشید، همون یه پوینت خودش اضافه میکنه و با نگه داشتن و کشیدن اون میتونید اون رو ترانسفورم و یا جابجا بکنید. حالا من احساس میکنم رنگ لباسش زیاد خوب نشد، بذارید رنگ‌های دیگر رو هم امتحان کنیم. برای مثل این رنگ ببینیم به چه صورت خواهد شد. خوبه، الان یکم بهتر شد. خب رنگ دامن خوب هستش. حالا بیایم سراغ دست های کاراکتر. اسمشو میذارم آرم، دسته راست. خب این از اینجا فکر کنم شروع بشه. بیاد اینجا سینش رو زده بالا و این قسمت و میرسیم به طراحی انگشت های کاراکترمون. یه انگشت اومد اینجا اشتباه نکنم و 4 تای بعدی هم به این صورت هستن که حالا
کل انگشتای این کاراکتر شد 4 تا. بقیه قسمت ها و این نقطه رو به این نقطه وصل میکنم. جایی که نیازه رو ما با هم ضخامتشون رو کم میکنیم. به این صورت کم روشش رو ببین زیاد بکنم. بعد اینجا من یک پوینت دیگه اضافه میکنم. خب اینها رو به هم وصل میکنم به این صورت. خب رنگ لباسی که دست داره مثل رنگی هستش که یعنی باید مثل رنگی باشه که پیرمرد اون رو به تنگ کرده. من اینجا رو هایت میکنم، یک استروک خیلی کوچیکی داره. و رنگ دست هم مثل رنگ صورت هست مسلما. من این رو کپی میکنم و اینجا پیست. اینجا هم یکم شاید به این صورت بشه. خب همین دست رو من ازش یک داپلیکیت میگیرم با نام آرم ال و میبرمش به این سمت قرینه میکنم و یا به همین صورت این رو یکم کج تر میکنم تا در اینجا به نمایش در بیاد. باید اینجا باشه دست. حالا جایی که دست قرار به بدن وصل بشه باید اینجا باشه حدوداً. من اینو میارم اینجا که بتونیم دست رو ببینیم. اینو میذارم پایین بادی. یکم من باز کجش میکنم به این سمت میبرمش به این صورت. تنها چیزی که حالا مونده پاهای کاراکتر هست که حالا من این دامنهایی که همینجاشو درست کنم. خب برای ایجاد پاها هم باز یک لایه جدید ایجاد میکنم و نامش رو میذارم فوت آر تا شروع به کشیدن پاها کنم به این صورت. خب میام روی لایه فوت آر این رو هم مخفی میکنم. پاها باید از اینجا شروع شده باشن اگه اشتباه نکنم. باید از اینجا شروع بشن و بیان و برسن به پایین. دلیل این که من اینجاها رو میکشم رو در فصل دوم هم خودم توضیح میدم و هم خودم کاربردش رو در عمل نشون میدم و هم شما هم جلوتر از من خواهید فهمید که دلیلش چیه. اینم از کفش کاراکتر. به این صورتی که هم چیستر میکنم. خب رنگ شلوار بهتره که از این رنگ ها تبعیت نکنه. من واسه یک رنگ میبینیم با این خوب میشه یا نه. خوبه. این رنگ رو برای شلوارش انتخاب میکنم و رنگ این قسمت پاش که زدی بیرون باید مثل رنگ بدنش باشه و برای کفشش هم میتونم از این رنگ استفاده کنم. خب از همین یک داپلیکیت میگیرم با نام فوت ال و این رو میذارم پشت سر فوت آر.
این رو میارم و میذارم در این قسمتی که من دوران میدمش به این صورت. خب کاراکتر این جلسه هم تموم شد و میبینیم که ما تونستیم از یک طرح خام و تقریبا رنگ‌آمیزی نشده این کاراکتر رو درست کنیم. من بخش‌های فیس و آیز رو میذارم زیر مجموعه یک گروه با نام هد و کل اینها رو میذارم در قالب یک گروه با نام برای مثال پیرمرد، کاراکتر پیرمرد. دست راست هم باید بالای همه اینها باشه به این صورت. خب ببینید که طرح دقیقا مشابه این هست و اینجا بر خاطر اینه که آرم اومده بالای هد، من اینو میذارم زیر هد تا به عقب. خب همونطور که مشاهده میکنید کاراکتری که ما اینجا داریم دقیقا مثل کاراکتری هستش که در اینجا داریم و حالا یه سری مشکلاتی هم هست که ما میتونستیم موها رو در یک وکتور جدا درست کنیم و اینها رو بذاریم پشت دست تا دست هم بیفته جلو. من این کار رو نکردم ولی شما حتما این کار رو بکنید. خب کاراکتر این جلسه هم تموم شد. به عنوان تمرین برید و اینجا 4 تا کاراکتر به جز این هست و میتونید برید و اینها رو طراحی بکنید اگر دوست داشتید، ولی حتما یه دونشون رو حتما طراحی کنید برای تمرین، خیلی مفید هست. تا جلسه بعدی فعلا خدایا رو نگهدار.